السلام علیکم دوستان عزیز، روزی شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب و تنصیحت هستید. همیشه خوب مانید. رحمت برای دستگیری کانال ما، رحمت برای لایک و پرسماتراتان. خداوند از هر یک شما راضی باشد. در اینجا امروز من یک نمود سمبوسه با علف آماده کردم. خیلی بامزه است. حتما با ما باشید. کانال ما را دستگیری کنید. دستگیری را فراموش نکنید. لایک ماندن را فراموش نکنید. در اینجا من علفی به سمبوسه آماده می کردیم. آن را انه میتر ما مایده کرده. نغز کک مایده کرده. فرق ندارد کدام نمود علف باشد میشد. اکنون من علف را مایده کرده شدم. به من 3 دانه پیاز لازم. من پیاز را انمینتر مایده کردم. اکنون من هر دویش را مایده کرده شدم. اکنون به ما 150 میلی لیتر روغن رستنی لازم. نغز کک پیاز را ما سرخ میکنیم. وقتی که پیاز سرخ شد به بالایش علف را انداخته نغز کک میزیربانیم. انمینتر ما نغز کک زیربانده به بالایش پریپرا، مرچ، زیره و تخم گشنیج و پاپریکا همراه کردم. نمک همراه کردم. شما می توانید با کدام نمودی پریپرا باشد علاوه کنید. اکنون برای خمیرش به ما 1 قاشق روغن، 1 قاشقچه نمک و آرد به ما لازم است. این را من خمیرش را تیار کرده بودم، برای همین نشان دادم. انمینتر با مثل خمیری منتو انمینتر کشاده نغز کک تنوک میکنیم. اکنون در وقت بریدن انمینتر به مثل خمیری منتو انمینتر میبریم. چنانه که میبینید در ویدیو به ما معلوم است انمینتر بریده. اکنون ما علفی زیربانیده شده را به درین این مانده همینطور میپیچانیم. شما میتوانید به هر نمود پیچانید. خواهید به مثل چی یک برید. من همینطور بریدم. اکنون من سمبوسه ها را پیچانده شدم. اکنون با اسکواراتکا نمینتر روغن را مالیده
سنبازی پیچانده شده. ما الان این طرف میگذارم. اول یک طرف را، بعد این طرفش را نقص که زیر بانیده. انم این طرف می زیر بانیم. انم این طرف زیر بانده. همش را یک خیل انم این طرف می زیر بانیم. دخترها کانال ما را دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما است. کسانی که آبونه نیستن آبونه شوید. و یارو داستان پدلیست کنید تا که آنها هم از ویدیوهای ما باخبر شوند. ویدیوهای جالبتر در پیش است. حتما کانال ما را دستگیری کنید. چنانه که میبینید سنبازی ما در حقیقت با مزه آمد. حتما با عائله خودتان، با فرزندای خودتان تیار کنید. پشیمان نمیشوید. من در حقیقت سنبازی ما با مزه آمدگی. حتما تیار کنید. خیر دوستان عزیز، در پناه الله مهربان باشید تا ویدیوهای آینده.